این روزا لاین ریموو بین افراد خیلی محبوب شده، مخصوصا بین پیگمنترها. من خودم از اون افرادی هستم که عاشقانه این لاین رو کار میکنم. هرچه بیشتر وارد دنیای ریموو میشی، علاقت بهش بیشتر میشه. ریموو یک علم پایان ناپذیره. شما توی این علم مولکولی باید به ریزترین نکات هم توجه کنید، چون همه سر و کار شما با پوست انسان هستش. ریموو یک کار آرایش دائم نیست و کاملا متفاوته. من همیشه روی تکنیک‌های اجرایی همه لاین ها خیلی خاص سعی می‌کردم اجرا کنم و سعی می‌کردم قوی‌تر از پترن روی تکنیک‌ها تمرکز کنم و این حساسیت من باعث شد طی تحقیقاتم توی 1 سال گذشته بتونم یک تکنیک رو به نام RCM ابداع کنم. RCM به معنای ریمووال کار مولکول هستش. خب حالا چرا RCM؟ RCM تکنیکی هست که شما با اون میتونید تتوهای قدیمی رو توی کمترین زمان با سرعت عمل خیلی بالا با موادهای مختلف پاکش کنید. این تکنیک طوری طراحی شده که کمترین تهاجم رو به پوست وارد میکنه. حتی شما میتونید تتوهایی رو باهاش پاک کنید که با هیچ تکنیک دیگه‌ای پاک نمیشن. من فهیمه حاجی‌زاده هستم، مبتکر تکنیک RCM و شما رو به دوره آموزشی RCM دعوت میکنم.